بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، در اینجا ما میخواییم یک حساب در سایت دکتر فرمی بسازیم. اول در اینجا روی گزینه گوگل کروم کلیک میکنیم و ما گوگل کروم رو باز میکنیم. در قسمت سرچ www.drformy.site را تایپ کرده و روی گزینه این جستجو کلیک میکنیم. یک کمی منتظر میمونیم. سایت باز میشه و در اینجا روی گزینه اکانت که در اینجا نوشته است شما وارد نشدید، اینجا کلیک میکنیم. در اینجا روی گزینه ثبت نام کلیک کرده. در قسمت نام خود تایپ میکنیم. بعدا تخلص. در اینجا ایمیل آدرس که داریم تایپ میکنیم، ایمیل آدرس که در موبایل یا لپتاپ شما فعال باشد. بعدا در اینجا شماره موبایلتان را وارد کنید و در قسمت عکستان را وارد کنید و در اینجا هم پسورد 2 رقمی خود تایپ کنید و روی گزینه ثبت نام کلیک کنید و بعدا اکانت شما در اینجا تایید میخواهد و در اینجا یک کدی از طرف دکتر فرمی به ایمیل شما ارسال میشه و شما کد 5 رقمی در اینجا انتر میکنید و روی گزینه تایید کلیک کرده و بعدا اکانت شما ساخته میشه. اگر دیتابیس لازم دارید میتونید در بخش کمک در اینجا روی شماره تماس کلیک کرده و مستقیم برای ما تماس بگیرید و یا از طریق واتساپ میتونید مستقیم برای ما پیام بگذارید و درخواست دیتابیس کنید. بعد از اینکه ما برای شما دیتابیس فعال کردیم و در قسمت در روی گزینه خدمات آسان بخش دیتابیس برای شما فعال میشه و شما میتونید وارد دیتابیس خود شوید و از آن استفاده کنید. این بود طریقه ایجاد حساب در سایت دکتر فرمی. برای معلومات بیشتر لطفاً با ما تماس شوید.